چی سبب شد که شما یک دوره فعالیتتون را قطع کردید؟ مثلا شرکت شما حاضر علاقه فعالیتش قطع است. اگر شما با شرکت‌های عربی شرطنامه رسمی داشتید و رسما فعالیت میکردید، از کی و چرا مثلا شرکت شما فعالیتش قطع کرد؟ چطور شما میدونید شرکت ما زیاده از 3.5 سال در برای کار تامین کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی کار و فعالیت کرد. در این پروسس کاری بعد در اینجا شرکت‌های نو پیدا شدند. چطور که شما میدونید امکان 2015 عبدالکریم متاسفانه ما اینا را گناهکار کردن نیستم، اما چه کردن نیستم، اونا در همین سمت مهاجرت مهنتی متخصص نبودن. بعد تجربه خوب نداشتن. از همین سبب بسیار کارگرایی که به عربستان سعودی و یا انتقال میکردن این همش از قد کوچه بیم راست میبیود. بسیار گپ و کلوچه بسیار شد. بعد مامینای ماهی اکتبر بود به فکرم حزب نهضت اسلام نسبت شرکت ما بسیار تهمت‌های کلان کردن توسط اینترنت از دیگر شهرهایی که در اروپا قرار دارند بسیار همین تهمت‌ها کردند که ما شهروندان جمهوری تاجیکستان رو برده در عربستان سعودی بیکار به هیچی در همجا میپرداخته باشیم، کار نمیفته باشیم، از هر یک تیوای از 5 تا 10 هزار دلار ما پول میگرفته باشیم. این نسبت شرکت ما بسیار تهمت‌های کلان شد. نه که اگر در اساس گیری همین مهاجر کار میروند و بیچاره پول ندارد، راه پولی ندارد، از کجا 5-10 هزار ماه یافته میتید؟ همین را فکر نمیکنم اون کسایی که تهمت کرده مونده. پیش از همه مهاجر بیچاره با کار رفتن حجت پیشنهاد میکنند، ما با همچون رایگان میرود. رایگان خدمت رسانی شرکت ما را حتی سپریده نمیتونن که 500 سامان تشکیل میتید. 5000 از کجا میاد؟ 10000 از کجا میاد؟ و بسیار تهمت‌ها همین بود که حزب نهضت اسلام ما در تهمت کرد که دختران از سن 16 ساله ما با کار میبردیم، در آنجا با کارهای دیگر مشغول میشدیم. یکمش که کودکس مهنت عربستان سعودی ای 23 بالای است. یگان آدمی که یک ماه نرسد ویزا داده نمیشه. این دروغ رو از کجا میوان؟ چی میوان؟ همین در سوال دولگی شما من جواب دادم، همین را جواب میتیم که بسیار همین تهمت‌ها شد نسبت شرکت ما. بعد بسیار خود سرانه رفتن در اونجا کار نکردن، به هر خیلی کارا دچار شدن، برای خود سرانه رفتن، غیر قانونی رفتن. اگر از طریق شرکت ما میرفتن ما کمک میکردیم. برای همین بعد ما گرفتیم هم شرکت محکم کردیم فعالیت مهاجرت مهنتی را از اول ماه ینوری 2017. متاسفانه همه فراموش کردم گپ زدم که شرکت ما پیش از این شهروندایی که از روسیه دیپارتاسیون میگیم اخراج شدن، ما اونا رو بسیار دستگیری کردیم، با قزاقستان برده با کار موندیم. زیاده از 80 کس معاشای خوب گرفتن، از 1000 تا 1200 دلار معاش میگرفتن. برای همین که باید بعد همین شرطنامه بین حکومتی ما تمام شده بود، بین قزاقستان و تاجیکستان، با ما برگردوندیم به اورا. نباشد دوام میدادیم، توزیع دوام میدادیم. نبود همین شرطنامه بعد ما گردوندیم و بردیم. مثلا چند حادثه که در یک سال اخیر رسانه‌ای شد، مثلا زنها از اونجا میگفتند که توسط شرکت ها اومدند و اینجا مثلا با کارفرما جنجال کردن و کارفرما از خانه برآمده نمیتواند. خلاصه این سر و صداها مثلا این افراد هم به توسط شرکت شما رفته بودند. این یگان دخل نداره شرکت ما. شرکت ما گفته است که من نماینده داشتیم در اونجا، کار کردن، نصب کردن. با سفارتخانه تاجیکستان ما یک جای در تماس بودیم. پیش همون من رفته شرطنامه کردم، اول رفته سفارتخانه سفیر دیدم. اون وقت محترم استاد عبدالله یولداش بودن، کار کردیم. همون کسایی ما را دستگیری کردن برای کاری خیرنام. اما وقت با
خیلی سبب همین خیلی چی شد ما گرفتیم شرکت مخرب کرد